السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امروز ما تیار میکنیم سلات فونچوزا. به ما لازم است یک پچکه فونچوزا، 2 دانه بلگرسکی پرس، 3 دانه بادرینگ، 1 دانه پیاز و سبزی. سر اول ما دوستانی عزیز به فونچوزا نیم قاشقچه نمک و به بالایش آب جوش میریزیم. 5 منوت میمانیم تا که فونچوزا تیار شود. بالایش را پشت میمانیم دوستان عزیز. همه سبزیجات ها را دوستان عزیز با این طرز ریزه میکنیم و 2 دانه زوب چسناک را از تیارکا گذراندیم دوستان عزیز. اکنون ما حاضر کمتر به اسکواراتکا رستیتیلی مسله انداختیم. اول پیاز را دوستان عزیز کمتر میزیربانیم. بلگرسکی پرس را همراه کردیم دوستان عزیز، با کمتر میزیربانیم بلگرسکی پرس را هم. اکنون دوستان عزیز سبزی را همراه کردیم. از بس که دوستان عزیز گوشتی ما بریان کردگی بود، ما همین خیلی ریزه کردیم انداختیم. اکنون دوستان عزیز 1 قاشقچه پاپریکا همراه میکنیم و 1 قاشقچه دیگر نمک دوستان عزیز. فونچوزای ما آماده شد، آبش را پرتافتیم. اکنون این محصولات ما تیار شد، به بالای فونچوزا می اندازیم. اکنون دوستان عزیز بادرینگ را و چسناک را به بالای این محصولات ها انداختیم. 1 قاشقچه چارنی پرس، 1 قاشقچه سایوی سس و 1 قاشقچه اکسوس همراه میکنیم دوستان عزیز. همه‌اش را خوش را آمیخته کرده بالایش را 5 منوت پوشانیده میمانیم. انا فونچوزای ما آماده شد.